سلام. چند وقتی بود که تو ذهنم بود این ویدیو رو براتون درست کنم. به کانال کرافت زون خوش اومدید. قراره که در مورد قطعات الکتریکی صحبت کنیم. اولین قطعه الکتریکی خازن پلیوستید، خازن عدسی. خازن‌ها به دو دسته تقسیم میشن: خازن‌های پولاریته دار و خازن‌های بدون پولاریته. خازن الکتریکی یکی از اون خازن‌های پولاریته دار. خازن میکا بدون پولاریته است و فرق نمی‌کنه که مثبت منفی رو چجوری بدن. خازن تانتیلیوم هم همینطوری، یعنی پولاریته داره و از پایه کوتاه‌تر متوجه منفی بودن اون پایه میشه. و خازن پلاستیکی، خازن تریمر، خازن واریابل. مقاومت ها این خازن ها انواع بسیار زیادی دارند. برای مثال مقاومت آجری، شبکه مقاومت یا مقاومت سیمی انواع زیادی دارند. اینجا هم مقاومت شبکه‌ای میاد. ولوم این در این تصویر داریم یا مقاومت متغیر. مولتیترن که فرق زیادی با مقاومت متغیر یا همون ولوم خودمون نداره و ولوم کوچیک. تفاوتشون داخل ابعاد و اومشونه و مقاومت متغیر که شد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگه به الکتریک علاقه دارین کانال کرافت زون رو دنبال کنید.